هدیت‌الله تقایف، یک سرباز 21 ساله که در بتالیون دسانتی و هجومی وزارت دفاع تاجیکستان در شهر دوشنبه خدمت میکرد، دیروز 21 آگوست از قفس سینه اش تیر خورده به هلاکت رسیده است. از قسم نظامی به والدان هدیت‌الله گفتند که گویا وی هنگام با سلاح تمرین کردن از بی احتیاطی خود را پرانده است. نزدیکانش به این فرضیه باور ندارند. جنازه هدیت‌الله تقایف را برای دفن به زادگاهش جماعت چارکوی اسفره بردند و آنجا دفن کردند. هدیت‌الله روز 1 اکتبر سال 2017 در روز 1 دعوت تیرماهی با اختیار خود به خدمت رفته بود و تا انجام خدمت حربیش همگی 40 روز دیگر باقی مانده بود. به مرگ روبرو شدن و معیوب شدن وقت ادای خدمت حربی در تاجیکستان سالهای آخر خیلی زیاد به وقوع می پیوندد. چرا سبب مرگ سربازان یا مرگ زندانی های کشور ناروشن باقی میماند یا اینکه مسئولین از دادن شرح واقعی دست میکشند؟ چون خودشان سببگار اساسی کشته شدن هم سرباز در خدمت حربی هم زندانیان در داخل زندان هستند و شخصا من مسئول همه مشکلات ها هم در زندان هم در سرباز و دیگر مشکلات های جامعه امروز یک نفر میبینم و اینم رئیس جمهور امامعلی رحمان است. با از بین رفتن ایشان مشکلات کشور به طریق اتوماتیک میتواند حل خود را پیدا کند. چند سال آخر ده‌ها نفر وقتی ادای خدمت حربی به شهادت رسیده، صدهای دیگر زیر لت و کوب کهنه سربازان مانده یا سلامتی خود را از دست داده اند و یا تمام عمری معیوب شده اند.